گرونترین خودروی ایران و سریعترین خودروی جهان وارد تبریز شد. این بوگاتی شیرون 600 میلیارد تومانی که خودروی محبوب رونالدو هم هست، از طریق مرز آذربایجان وارد ایران شده و به زودی قراره که خیابونای شهر تبریز رو به تصرف خودش در بیاره. البته پلاکش منطقه آزاده و به شهرهای دیگه ایران نمیتونه بیاد. بعضی از منابع میگن پسر زنوزی مالک باشگاه تراکتور صاحب این بوگاتی فوق خفنه. بعضی‌ها میگن علیرضا بیرانوند با مجوزهای خاصی که در جام جهانی گرفته تونسته این خودروی ممنوعه رو به ایران بیاره. البته اینا در حد شنیده هاست و فعلا تایید یا تکذیب نشده. جالب 0 تا 100 این خودرو فقط 2 ثانیه است و به قول ترک‌ها توی 2 ثانیه به 100 میرسه و با 490 کیلومتر در ساعت تا چند ماه پیش سریعترین خودروی جهان بوده. فقط 400 تا از این اتومبیل سوپر لاکچری ساخته شده و علاوه بر رونالدو، ایلان ماسک، تام کروز و بن سلمان هم یه دونه ازش دارن و حالا تبریزی‌ها هم صاحب یه دونش شدن. یا شاسین آذربایجان. حالا لایکو بزنین و این ویدیو رو برای دوستاتون بفرستین و برای اطلاعات بیشتر تکس کلاب و فالو داشته باشین.